من زمیرا ستارова هستم و من قهرمان گندری هستم. اصلا این قهرمان گندری نه تنها عنوان است، همچنین این یک مسئولیت بزرگ است. و من نیز همچون یک اشتراکچی این سمینارهای آموزشی این ساحه بسیار کوشش میکنم که معرفتی حقوقی زنان و بانوان علاوه خصوص دختران ناحیه‌های دوردست بلند باشد و آنها توانند که جهت حمایت حقوق‌های خود مستقلانه مبارزه برند. من امروز در ناحیه شهریتوس سمینار گذراندم درباره زن و حساسیت هندری. من به این دخترها و زنها آن را فهماندم که هندر گفتنی خودش چی است. و امروز سلسله سمینارها تا حال یعنی که دوام دارد. بعضا مشکلی های خیلی زیاد هستند، بعضا ما در محله ها میرویم سمینارها میگذاریم، لیکن اکثرا زنها میگن که یعنی که دختری جوان امروز با ما اومده گپ یاد میتید، لیکن به این مشکلی ما نگاه نکرده، یعنی که قدم به پیش میگذاریم. در ناحیه شهریتوس میدونم چند اویله هایی هستند که در اون اویله برابری هندری وجود ندارد و از حاضر میخوام که دخترانی که سمینار گذراندم و دیگر دخترانی را که میخوام به سمینار دعوت کنم فرزندان خود را به همین برابر حقوقی و حساسیت هندری تیار کنم. و من نیز کوشش مینمایم که از یک دستاورد به دستاورد دیگر دستیاب گردم، اما گمان میکنم که همین اشتراک من در سمینارهای آموزشی در حیات نه تنها من بلکه در حیات دوستان و نزدیکان و اطرافیان من یک تحولات را به وجود آورد، زیرا من توانستم که نه تنها اندیشه های خود را دیگرگون سازم بلکه همین به تفکر اعضایان عائله خود و یا خودگویم اطرافیان خود تاثیر رسانیده باشم. گمان میکنم که موفقیت بهترین من از همین اشتراک در همین سمینار همین چیز بود. لیکن من توانستم که در یک چند زمینه ها کار و فعالیت برم. از اختصاص خود خیلی فخر میکنم. من امروز با فرزندان جامعه درس میگویم و امروز هم روزنامه‌نگار هستم و هم آموزگار هستم.